يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه مد متصل و مد منفصل. يا حامل القرآن. سوال: کدام وقت مد متصل می شود؟ جواب: حرف مد آمده بعد آن سبب مد حمزه آید و هر دویش در یک کلمه آیند مد متصل می شود. يا حامل القرآن. سوال: مد متصل چند مقدار کشیده می شود؟ جواب: مد متصل را مقدار 4 حرکت کشیدن شرط است. اگر مقدار 2 حرکت کشیم گناهکار می شویم. مثال: جاء، سوء، سیء. يا حامل القرآن. سوال: کدام وقت مد منفصل می شود؟ جواب: حرف مد آمده بعد از آن سبب مد حمزه آید و هر دویش در کلمه های گوناگون آیند مد منفصل می شود. سوال: مد منفصل چند مقدار کشیده می شود؟ جواب: مد منفصل را مقدار 2 و 4 حرکت کشیدن ممکن است. مثال: انا اعطیناک. يا حامل القرآن. چنانی که به ما معلوم گشت سبب مد متصل و منفصل حمزه می باشد، ولکن فرق در آن است که در مد متصل حرف مد و حمزه در یک کلمه می آید و در مد منفصل حرف مد و حمزه در کلمه های گوناگون می آیند. اگر شخصی که زبان عربی را نداند چه خیل فرق کند که این کلمه ها یک هستند یا گوناگون هستند؟ این را بدانید برادران، اگر حمزه به الف نوشته شده باشد این در یک کلمه آمده است. اگر حمزه در بالای الف نوشته شده باشد این در کلمه های گوناگون آمده است. يا حامل القرآن. مثال های این مد را گوش کرده تکرار بکنید. وجاءكم النذير، وجاءكم النذير، وجاءكم النذير. سوء العذاب، سوء العذاب، سوء العذاب. سيء بهم، سيء بهم، سيء بهم. يا حامل القرآن. بما أنزل، بما أنزل، بما أنزل. قالوا آمنا، قالوا آمنا، قالوا آمنا. وفي أنفسكم، وفي أنفسكم، وفي أنفسكم. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خص. این بود درس امروزه ما. منتظر درس های آینده باشید. این درس ها را به یار و دوستانتان بفرستید تا از قاعده های خواندن قرآن خبردار شوند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.
بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات